این 4 تا چیزیه که حتما باید بدونید وقتی از تهران برای تفریح به تل‌آویو میایید. اول از همه خوراکاش خیلی خوشمزه بود. خوراکای خیابونی و رستورانای لوکس و درجه کش رزرو کنید. دریا خیلی باله، روزی نبود که نرفتم. عجب داستانی، همه اینجا در عر ورزش هستن. شبگردیاش دیوونه کننده است، خیلی باله. نمیدونی شب چجوری یا کجا تموم میشه، اما بعضی چیزا رو نمیشه گفت. و مهمتر از همه آدما. همه عمرم بهم گفتن دشمن ما هستن، ولی من چی دیدم؟ دیدم زن و مردایی که دوست دارن زندگی کنن، بخندن، دوچرخه سوارشن، هر چی دلشون خواست بپوشن. عاشق شدم. یه دختری به اسم یائل بهم گفت میگن از صبح تا شب این آدما فقط تو قهوه ها میشینن، ولی وقتی باید برن تو خیابون ها و بجنگن اونجا هستن. با خودم فکر کردم تمام آدما یه جورن، چرا از هم دور بودیم؟ و الان پروازهای مستقیم تهران به تل‌آویو با امید دیدار. میبوسمتون از تل‌آویو 2030.